در امریکا 3 میلیون سند جدید در مورد این پرونده آقای اپستین اومده بیرون. خب این یک فرد یهودی تبار، اصالت خودشون هم یهودی نیست. ابتدا با همین هدف این جزیره و این مکان رو درست کرده بودن تا از مسئولین مهم و چهره‌های شاخص دنیا پرونده داشته باشن. واقعا دنیا مبهوت شده، بهت زده است، به خاطر اینکه حاکی از یک سری اعمال شیطانی طبیعی نیست. یعنی حتی یک تجاوز ساده نمیتونی بگیری، مثلا اعمال شیطانی مثل آیین‌های شیطانی، قربانی کردن انسان‌ها. صهیونیست‌ها برای اینکه بتونن با شیاطین ارتباط بگیرن یک همچین کارهایی انجام میدن. حالا به طریق اولا در غرب این داره اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا کودک باید قربانی کنن. اتفاقی که در غزه داره میفته این که مثلا شما میگی چرا باید یه نفر مثلا به کودکان حمله کنه، بچه کوچیکو بکشه؟ اینا برای جذب همون خودشون میگن انرژی و قدرته که رئیس جمهور یک کشور آدم قربانی کرده. هرچی اون فعل کثیف‌تر و نجس‌تر و پلیدتر و پلشتر، این شیاطین بیشتر خوششون میاد. همین اتفاقا باید بیفته. باید بیفته جت خدا آشکار بشه. امروز این نبردی که ما درش درگیریم با این صهیونیسم جهانی، نبرد با صهیونیسم جهانی، آخرین از نظر بنده صفبندی حلالزاده ها و حرامزاده های تاریخ. یک طرف بچه کش ها، یک طرف یک کودک آزار، یک طرف یک کودک کش، در مقابل مردم شریف ایران قرار گرفت. مردمی که بزرگترین روزهشون روزه برای یک کودکه، برای علی اصغر 6 ماه امام حسین. این که میگن امام حسین سفینه النجاته، برای چی فکر کردی؟ از قبل ما آموزش های لازم برای در امان ماندن از این روزها رو دیدیم. یعنی تو حسینی باشی این مهلکه رو به راحتی سر ببری. تمام آزادگان جهان اون ور دنیا همه دارن میگن وی ایستند ویت ایران، ما همراه ایران وای میستیم، ما با ایران مقاوم. ایران تو آخرین امیدی، ایران تو آخرین سنگری. تمام آزادگان جهان همه دارن میگن وی ایستند ویت ایران.